نماینده جمهوری تاجیکستان شکر محمد میرمحمد. اکنون شکر محمد میرمحمدov قهرمان جهان در رشته گوشتگیری سفیدپوش محمد رضا وحدانی سبزپوش است از جمهوری اسلامی ایران. برای راه یافتن به مرحله نیم نهایی رقابت آغاز می‌گردد. شکر محمد میرمحمدov در حالت خوب ورزشی قرار دارد. اما پهلوان ایرانی هم بسیار هنرش را خوب نشان داده ایستاده است در این دقیقه ها. منصور سروری را شکست داده بود در مرحله گذشته. پهلوان ایرانی شکر محمد میرمحمدov باشد نماینده کامرون را از صدر خود بیرون کرد. فشار میرمحمدov و آگاهی هم میگیرد پهلوان ایرانی. همون توجهی که بیشتر دارد شکر محمد میرمحمدov از بالا داشتن است. از بالا که داشت دیگر موقع مساعد جهت پرتاب کردن به میان می آید. شکر محمد میرمحمدov در گوشین کره‌اش هم البته نتیجه بسیار هم خوب دارد. این رقیب البته با فرق از رقیب اوله شکر محمد میرمحمدov یعنی از کشور کامرون فرق دارد. یعنی این پهلوان ایرانی تجربه دیده است، هنر آزموده است. تنبیه میگیرد به خاطر کمکاری کمفعالی محمد رضا وحدانی از ایران. هر موقعی که میخواهد فشار بیارد از همان موقع اجرای اصول کند شکر محمد میرمحمدov. پهلوان ایرانی ببینیم در گریز است، عقب نشینی میکند و از روی گلیم هم بیرون میشود و این نوبت فکر میکنم با پهلوان ایرانی چیزی نیست، یعنی خارج نیست، رقابت ادامه میکند. اگر رفت و شکر محمد میرمحمدov روی خود را به مرحله نیم نهایی هموار کند با شریف جان نظریف پهلوان دیگری تاجیکستانی نیروسنجی میکند. بررسی خیلی کم فعال است پهلوان ایرانی و داور مرکز داوران کنجی را نزد خود دعوت میکند. فکر میکنم به خاطر خارج از روی گلیم خارج کردن محمد رضا وحدانی.
خب قرار نهایی رو ما منتظر میشویم که آقای کوروش چی اشاره میکند. خارج. بله. شکر محمد میر محمدوف اینجا دست بالا میگردد و روی خود را با مرحله نیم نهایی هموار میکند که با شریف جان نظریف نیرو خواهد سنجید.